دارم روی کار سوم کتابم کار میکنم، بچه جوادیه. توضیح بده بهمون. من یعنی یه مجموعه داستان و یه رمان چاپ کردم. مرد همه چیزدان مجموعه داستانه. مرد همه چیزدان. مرد همه چیزدان اسم یکی از قصه است. و بعد کتاب دومم خورشید گوشه چهارم که آوردمش، حالا بچه‌ها گرفتن نمیدونم گفتن میارن برام. آره. خب و سومی که توی بازنویسی آخرشم به اسم بچه جوادیه. بچه جوادیه چه بانمک. هم بچه جوادی هم. آره یادمه دیگه. بله بله. از کجاش بگم؟ اصلا حال هواش و مودش و بافتش و تغییر کرده الان خیلی، نه؟ خیلی خیلی. جوادی از حیف یا نه خوب؟ چی؟ این تغییر حیف یا خوب؟ به هر حال اون فضا، اون کوچه ها، اینا تغییر، خونه ها تغییر کرد، همه شده چند طبقه، آپارتمان های کوچیک کوچیک، همه حیاتدار بود، حالا شمالی یا جنوبی، پشت بونا به هم راه داشت، از این فضاهایی که محل‌های این چنینی داشتن. خود اونا کلی ماجرا میتونست خلق بکنه، بچه‌ها با هم دیگه بازی‌ها، یه خاطره بگم برات رام، با 1150 یا 51 اگه خاطرم مونده باشه، 5-6 سالت بوده. 5-6 سالم بود. یک فیلمی رو دارم تو جوادیه فیلم برداری میکنم. من اولین بار میبینم که گروهی اونجا اینا چیکار میکنن، جذابه، یه نفر میدوه از این پشت بون به اون پشت بون، از هیچ کس هم نمیتونستم بپرسم و اینا، فقط یه تصاویر دیدم. بعدها این فیلم رو دیدم. اون کسی که میدوید از این ور به اون ور سعید راد بود. آره. اسم فیلم چی بود؟ خداحافظ رفیق نبود، تنگنا فکر میکنم اگه حافظم یاری کنه. آره تنگنا بود که بعدها که دیدمش جوونیه مثلا بیلیارد بازه و تو همون قصه های قبل از انقلاب دیگه، رفاقت و چه میدونم آدمای بد و اتفاقایی که حالا قهرمان داستان پی میگیره و بعدم به یک فاجعه ختم میشه. ولی اون دویدنا و پشت بون که گفتی دقیقاً یاد میاد، از پشت بونا میدوه رد میشه، بعد از یه پشت بون میپره پایین. آره. ولی فضای جوادیه فضای رفاقت بیشتر از هر چیزی، خیلی رفاقت توش پررنگه، دوست شدن، دوست بودن، دوست موندن و پای این دوستی هزینه دادن. و من تو این محیط بزرگ شدم تا 21-22 سالگی که بعد از جنگ و جبهه که اومدم رفتم دانشگاه.